بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. در موضوع اینکه نفرها دو نوع می شوند در بخیلی، یکی نفرهای هستند که آنها بخیل هستند و دیگر بخیل های هستند که خود آنها صفت بخیلی دارند، با دیگرها را امر میکنند به بخیلی کردن. هر دو گروه ها اینها انسان های دوزختی هستند. که انسانی که بخیلی میکند، الله پاک در قرآن ذکر کردگی از سوره لیل ده که در آیت 8 میفرماید که و اما من بخیل و استغنا، یعنی که انسان های دوزختی را در اینجا بیان میکند ده، یعنی که اما انسان هایی که بخیلی کردن و خودشان را بی پرواز بی نیاز شماریدن، یعنی که اینها انسان های دوزختی هستند در روش آیت و در ترجمه سوره لیل. هر نفری که باشه نظر کنه ان شاءالله میبیند. و دیگر انسان هایی که بخیلی میکنن خودشان و دیگرها را امر میکنن به بخیلی، اگر خطا نکنیم سوره حدید باشه والله اعلم، میگه که الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، انسان هایی که بخیلی میکنن خودشان و مردم دیگر را امر میکنن به بخیلی کردن، یعنی که دیگر مردم ها را بخیلی کردن را اونها نشان میدهند که چخیل با کدام طریقی باید بخیلی کنند آنها، یعنی که خودش بخیل هست کفایت از با دیگرها را امر به بخیلی میکند. در این باره حدیث ها بسیار آمدگی هست، اما از جمله هم حدیثی که امام مسلم روایت میکند که حضرت جابر میارد، میگه به شک رسول خدا صلی الله علیه و گفتند که اتقوا الظلم، شما یکم از ظلم بترسید، فان الظلم ظلمات یوم القیامه، پس به شک ظلم تاریکی های هست روز قیامت. ظلم روز قیامت تاریکی های، عذاب های، مشقت های سخت زیاد رو میارد. میگه نبی صلی الله علیه و میگه از این بترسید و بترسید، میگه و اتقوا الشح، و بترسید شما چی؟ از شح، یعنی که از شح گفته اهل علم میگن که این به معنای بخل، به معنای خیر نخواستن برای مردم. فإن الشح اهلک من کان قبلکم، به شک همین بخیلی و بگیم که یک دیگر بد دیدن هلاک کرده انسان هایی که پیش از شما بدن. همین بخیلیشون میگه حملهم علی ان سفکوا دماءهم، همین بخیلیشون اونها را برداشت برد به اینکه خون یکدیگر حتی ریزاندن. و استحلوا محارمهم، و آنها چی کردن؟ آن چیزهایی که در حق یکدیگرشون حرام بود اونها را حلال شماریدن، یعنی که از غیبت و از خون ریزاندن و از تهمت و از یکدیگر کشی و دیگر کارهای بد آنها را برده رساند. همش علتش چی بود؟ بخیلی بود که بخیلی به همین روز آورده آنها را رساند. و دیگر حتی ملائکه ها که مثلا یک خیرخواهی بنده هستند، حتی همونها در حق انسان بخیل دعای بد میکردستند. روایت بخاری مسلم هست که میگد که هر نفری که صبح میکرده است، صباح میکرده است، مگر دو ملائکه میفروین پایان میشان و یکی از آنها میگفته است که اللهم اعطی منفقا خلفا، پروردگارا انسانی که در راه تو نفقه میکند و بخیلی نمیکند اون چیکن، مثلا که بده به اون، برکت بده و آخرتش ثواب بده و اهل عیالش بده. و دیگرش میگفت است که اللهم اعطی ممسکا تلفا، پروردگار انسانی که بخیلی میکند در اون تلف بده، هلاکت بی برکتی باشد، نه در آخرتش بماند هم نه در دنیاش. به همون خاطر پیامبر گرامی صلی الله علیه و چقدر که روایت جابر رضی الله عنه میکند در روایت بخاری مسلم است نیز، میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و یگام چیزی نبود که پرسیده باشد اون نداده باشد. وقتی که یک نفر هدیهش کرده بود یک بگیم متا، یک لباس اون مانند ایزار ولی پوشیدگی داد نبی صلی الله علیه و یک نفر دید گفت که بسیار گفت چیزی زیبا بود است، گفت یعنی که دل همون نفر کشید که همون چیز از همون باشد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و در حال خانهشان داخل شدن، دیگر که یک ایزاری کهنه‌ای که داشت اون پوشیدن و این لباسی که ایزاری که داشتن نو پوشیده بودن اون برآورده بر هم مرد خدا داد. یعنی که بسیار نبی صلی الله علیه و از صفت بخیلی احتیاط میکردن که از جمله همون بخیل ها نباشد که الله پاک دوزختشان گفته است. و دیگر حضرت نبی صلی الله علیه و در حدیثی که این بخاری مسلم هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که اتقوا النار ولو بشق تمره، شما باید ترسید از آتش دوزخ اگر به یک پارچه خرما هم باشد. خودتون پرهیز بکنن از آتش دوزخ. اینقدر بخیل سخت دل نباشید که شما سبحان الله یگام چیز اون به آخرتتون نمیبرید. به معنی همین حدیث دیگر حدیث هم اومده است، روایت مسلم هست که
میگه که فرزند آدم وقتی که هر چیزی که مثلا صرف میکنی مثلا در دین و در برای بنده خلق الله، اون فضل است برای تو، خیر است برای تو روز قیامت. و هر چیزی که میقپی این بد است برای تو، میگه یعنی که بخیلی میکنه با اون بخیلی. و میگه که پیامبر گرامی در دوام حدیثش میگه، آخر حدیث همین است که والید العلیا خیر من الید السفلی، میگه دستی بالا، دستی بلند بهتر از دستی پست کرده. یعنی که دستی دهنده در نزد الله بسیار محبوب هست، دوست داشته شدگی هست و از اون دستی که میگیرد. یعنی که به هر حال بخیلی نه اینکه در آیات قرآن بلکه در حدیث ها بسیار آمدگی است که از صفت بخل احتیاط باشد، از صفت بخل احتیاط باشد که این علامت های دوزخی ها هست و انسان ها در سختترین در دوزخ میسوزند. و بدترین انسان با از همه بخیل ترین همون انسان ها هستند که آنها خودشان بخیل هستند و یأمرون بالبخل و دیگرها را به امر میکنند به بخیل بودن. بخیل باش، میگه اون خودش بیاود روزش پیش برد، اون چا کرده است، اون بنده را کار نمیکرده است، تو اون نفقش چی میکنی؟ به ذمت میگیری، اون نفقه میدهی و اون خودش کار کند و خودش راه شبرا گفته، اون با امر به بخیل میکند. این علامت های با بدبختترین از جمله بخیل ها هست. اینها انسان بخیل ما الان در آیات قرآن گفتن سوره لیل که اون دوزخی هست، اون انسان بد هست، اما اون بالای این دوزخی بودن و صفت بدبختی افته شدن پیدا شدن با دیگرها را به هم بدبختی و به هم صفت های دوزخی با میکشاند به سوی اون. بگه ترام بخیلی که میگن اون من خودش اون نفر راه خودش رو برود، اون فقیر است برود کار کنه هر آینه. اونا کی گفته است که رزق اون تنگ شود و اون زندگیش راهش نرود؟ یعنی که نمیفهمد که الله پاک بعضی وقت انسان ها رو امتحان میکند. الله پاک تو را اکرام نکرده است، رزق تا کشاد کرد و به تو رزق داد، الله تو را اکرام نکرده است، تو را امتحان کرده است که چه خیلی صرف میکند انسان، چه خیلی تصرف میکند در نعمت الله. حتی حضرت سلیمان الله پاک امتحان کرد با رزق زیاد، با ملک زیاد، که نظر کرد که چقدر در امتحان الله نجاح می شود. به فضل الله اون بگیم که در امتحان های الله اونها چی کردن، مثلا که نجاح شدن و الله پاک از اونها راضی شد. الله پاک همه ما و شما را از جمله سخاوتمند، از جمله دلگشادها بگرداند و از جمله تنگ دلها و بخیلها نگرداند که این علامت های دوزخی ها هست. والله اعلم و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.